فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادری فکر کنم پرسیدن که من که به هیچ دختری احساس ندارم، اگر ازدواج نکنم گناهه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گونه که در روایات ما داریم و در قرآن کریم هم آیات بسیار زیادی رو ما داریم که الله متعال مسلمانان را دستور به ازدواج داده، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث، و در جاهای دیگر هم این مطلب تکرار شده که مسلمانان، اون کسانی که توانایی ازدواج دارند، باید ازدواج بکنند. و همچنین در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرامان هست، من جمله که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، ای جوانان هر کسی توانایی ازدواج دارد ازدواج بکند. یا در روایت دیگری اومده که تزوج الودود ولود، زنان با مهر را، مهربان و کسانی را که به اصطلاح اهل ولادت هستند، فرزند می آورند، این خانواده‌ای که معروف هستند که بچه دار می شوند، از اونها ازدواج بکنی. فانی مباهن بکم الامم، من در روز قیامت به کثرت امتیای خودم در روز قیامت و هنگامی که وارد بهشت می شوند افتخار می کنند. روایات متعددی در این زمینه وجود داره. پس بنابراین این حکم ازدواج یک حکم شرعی هست که کسی که توانایی آن را دارد باید ازدواج بکند. اما حکم شرعیش که آیا این که واجب هست یا سنت هست یا یک حکم دیگری بر اون به اصطلاح صادر بکنیم، این برمیگرده به وضعیت خود شخص. اگر واقعا یک شخصی توانایی مادی دارد، توانایی مادی هم دارد، توانایی جسمانی هم دارد، و اگر ازدواج نکند احتمال دارد که به فساد کشیده بشه، و در این صورت واجب هست که حتما باید ازدواج بکنند. و اگر در غیر این صورت هست، توانایی ازدواج ندارد، همون توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و من لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء. اگر کسی توانایی ازدواج را ندارد، انگیزه دارد برای ازدواج و نیاز هم دارد برای ازدواج، اما نمیتواند که ازدواج بکند، در فعلیه بالصوم بهتر است که روزه بگیرد، زیرا که روزه یک مقدار اون شهوت و غریزش را تسکین میدهد. اما در صورتی که یک فردی چندان این اگر ازدواج نکند احتمال خیلی کم هست که دچار انحراف و به سوی بزهکاری برود، در اینجا حکمش برای این جایز هست، جایز هست ازدواج بکند، جایز هست که ازدواجش رو به تأخیر بیاندازد. اما اگر منظور این باشد که عدم ازدواج را به عنوان یک عمل شرعی قرار بدهد و یک عملی که ثواب است، ازدواج نمی کند به خاطر اینکه به عبادت الله متعال بپردازد، یک نوع رهبانیتی باشد، این قطعا حرام و ناجایز هست. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 نفر اومدن در منزل ایشون و سوال کردند از عبادت هایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در داخل منزل انجام میدادند. حضرت عایشه خبر دادند که فلان و فلان عبادت رو انجام میدهند. در روایت اومده که انهم تقالوها، فکر کردند که عمل پیامبر کمه، اون چیزی که ما تصور میکردیم به اون اندازه نیست. دوباره این تصور خودشون این گونه توجیه کردند که رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر گناهی ما از ایشان سر زده باشه، الله متعال ایشون رو معاف کرده و بخشیده، ما باید بیشتر جدیت بکنیم، عبادت بیشتری رو انجام بدهیم. با تصور خودشون هر یک تصمیم میگرفت. یکی از اون افراد گفت که والله لا اتزوج النساء، من تا زمانی که زنده هستم ازدواج نمی کنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند و خبر به ایشون رسید و رفتن بالای منبر و خطبه خواندند ما بال اقوام قالوا کذا و کذا، چرا بعضی اومدند و این حرف رو زدند. و در ادامه فرمودند که والله انی لاتقاکم لله و اخشاکم له، من از همه شما بیشتر تقوا و خشیت الله متعال رو دارم، اما اصوم و افطر، روزه میگیرم، افطار میکنم. در ادامه میگوید که اتزوج النساء، من ازدواج هم میکنم. در ادامه در آخر حدیث میگه فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سنت من روی گردان باشد و اعراض بکند اون از من نیست. پس بنابراین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج هست، منتها برای کسی که توانایی ازدواج را داشته باشد، و ترک ازدواج به خاطر رهبانیت حرام هست، و در صورتی که نیاز شدید باشد که احتمال داشته باشد که به فساد برود، در این صورت واجب هست. در غیر بقیه این صورت‌های دیگر جایز هست و میتواند ازدواج بکند یا ازدواجش رو به تأخیر بندازد.